سلام خدمت دوستان و همراهان همیشگی ایران اسکولار. بنده میلاد عبداللهی هستم، دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک رشته تبدیل انرژی و فعال در زمینه‌های تحقیق، پژوهش، کدنویسی، برنامه‌نویسی، گرافیک، طراحی سایت و البته هوش مصنوعی. امروز در خدمت شما هستیم با آموزش یکی از ابزارهای کاربردی هوش مصنوعی. ما به حمایت‌های شما نیاز داریم، لطفاً سابسکرایبمون کنین. برای اینکه از آموزش‌های بعدی ما هم مطلع شید روی این زنگوله فشار بدید. لینک صفحات اجتماعی ما رو هم مشاهده می‌کنید. حتما ما رو دنبال کنید تا از آخرین اخبار و آموزش‌ها مطلع بشید. ابزار هوش مصنوعی که امروز می‌خوام خدمتتون معرفی کنم بیشتر به درد دوستانی می‌خوره که تو زمینه تولید محتوا، تولید انیمیشن، تولید موشن گرافیک و یا تولید ویدیوهای آموزشی، تولید حتی فیلم‌های سینمایی فعال هستند. پس این آموزش رو از دست ندید. ابتدا وارد سایت رانوی میشیم. افزونه‌ای که امروز قرار خدمتتون معرفی کنم افزونه جنتو ساخت شرکت رانوی هستش. شما تو گوگل اگه سرچ کنید رانوی، همین اولین گزینه‌ای که میاد runwayml.com واردش میشید. وارد سایتش که شدید باید لاگین کنید ابتدا. اگه مثل من از گوگل کروم استفاده میکنید، این صفحه اصلی سایتش هستش. اگه مثل من از گوگل کروم استفاده میکنید و وارد اکانت گوگلتون هم شدید، خیلی لاگین کردنش کار سختی نیست. رو همین گزینه لاگین کلیک بکنید، با همون اکانت گوگل کرومتون لاگین میشه و وارد صفحه اصلی میشه. مهمترین ویژگی های این افزونه اینه که خوشبختانه فعلا فیلتر نیست و به راحتی میتونید بهش دسترسی داشته باشید، اما متاسفانه از زبان فارسی اونجوری که باید پشتیبانی نمیکنه. یعنی من خودم تست کردم، پرومپت هایی که به زبان فارسی میدادم خیلی نتایج جالبی نداشت. لذا باید سعی کنید که در واقع پرومپت ها رو به زبان انگلیسی بهش بدید. پرومپت ها منظور همون توضیحاتی هست که بهش میدید تا بر اساس اون توضیحات واسه شما تولید محتوا بکنه. خب لاگین که شدید، یه همچین صفحه‌ای رو دارید، واردش میشید. یکم که پایین‌تر بیایید 6 تا ابزار بسیار مهم و کاربردی رو در اختیار شما قرار میده. ابزار اول ویدیو تو ویدیو. شما تو این قسمت میتونید با آپلود کردن یک ویدیو و ارائه توضیحات و یا عکس‌های یه ویدیو جدید ازش دریافت کنید. برای نمونه شما تو این فیلم‌های اکشن سینمایی ممکنه دیده باشید یه بدلکاری هستش که یک سری حرکاتی رو پشت صحنه انجام میده، بعد یه کاراکتری رو در نظر میگیرن، توی نرم افزارهای مختلف اون حرکات روی اون کاراکتر پیاده سازی میشه. از این بخش میشه واسه این قسمت استفاده کرد که حالا بیشتر در موردش توضیح خواهم داد. تکست ایمیج تو ویدیو. شما تو این بخش میتونید با دادن یک عکس و حالا یک سری پرومپت یا توضیحاتی یه ویدیو تولید کنید که این رو هم من توضیح خواهم داد. ریموو بک‌گراند خیلی نکته خاصی نیست، نرم افزارهای زیادی هستن که این کار انجام میدن. شما یه عکس بهش میدید، پس زمینه‌تون واسهتون حذف میکنن. چون خیلی چیز خاصی نداره این بخش رو من زیاد توضیح نمیدم. تکست تو ایمیج هم در واقع شما میتونید بهش یک متنی بدید، مطابق اون متن برای شما عکس تولید میکنه. ایمیج تو ایمیج یه عکسی رو بهش میدید و بهش یه استایل یا سبکی رو مشخص میکنه. مثلا یه عکس خودرو معمولی رو بهش میدید، آقا اینو مثلا به سبک انیمیشن در بیار یا هر چیز دیگه، هر استایل دیگه، و واسهتون تبدیل میکنه. این بخش ما خیلی توضیح در موردش نمیدیم. آخرین بخش ترینینگ اون جنریتور هستش. در واقع این بخش که یکی از بخش خیلی جالب این هوش مصنوعی هست، این امکان رو برای شما ایجاد میکنه که بتونید هوش مصنوعی سفارشی سازی شده برای خودتون رو تولید کنید. اگه فرصت بشه در مورد این قسمت هم من توضیح میدم میتونه خیلی مفید و کاربردی باشه. یه سری مثال ها و توضیحات و اینها هم این پایین داره که میتونید خودتون مشاهده کنید. ما میایم از اول از این بخش شروع میکنیم، تکست تو ایمیج. در واقع میخوایم یه متنی رو بهش بدیم. به این متن اصطلاحاً پرومپت گفته میشه، یه توضیحی و یه تشریحی رو در مورد اون چیزی که میخوایم بهش بدیم واسه ما یه عکسی تولید کنه. بعد از این عکسه بریم استفاده کنیم واسه تولید ویدیوها. وقتی که شما وارد شدید یه همچین بخشی هست، اینجا یه سری آموزش‌های هستش، یه سری تنظیمات اینجا داره. میگه آقا مثلا تو چه ابعادی میخوای، با چه رزولوشنی میخوای، چه نوع استایلی میخوای، مثلا استایل‌های مختلف دیگه، کارتون میخوای، انیمیشن میخوای، سینماتیک میخوای،
دیجیتال آرت میخوایم، مثلا ما میذاریم سینماتیک که بعدا بتونیم از این عکس تو بخش بعدی هم استفاده کنیم. حالا اینجا باید بیاید شما پرومپتتون رو بنویسید، توضیحاتی که بنویسید. من قبل یه سری توضیحات اینجا آماده کردم. توضیحات هر چقدر فنی باشه و جزئیات بیشتری داشته باشه نتایج مطلوب تری رو میتونید در واقع به دست بیارید. این یک رزمی کار با لباس نینجاست که در واقع قرار 2 تا شمشیر داشته باشه. ما میخوایم همینجوری یک مثال هستش تولید کنیم و ببینیم چجوری میشه از این استفاده کرد. پرومپتو که وارد کردی جنریت رو میزنی. البته اینجا میتونید تنظیم کنید که چند تا عکس واسهتون تولید کنه، 1 2 3 4. مثلا عکس تو استایل های مختلف تولید کنه. هر چقدر تعداد عکس ها زیاد باشه بدیهیه که زمان تولیدشون طولانی تر میشه و البته شما میتونید سبک‌های مختلفی رو داشته باشید. ببین این چیزی که واسه ما پیشنهاد داده عکس فوق‌العاده‌ای هم تولید کرده، میتونیم اینجا مشاهده کنیم. هر کدومو که دوست داشتید میتونید در واقع روی این گزینه ها سیوش کنید، دانلودش کنید، شیرش کنید یا بزرگ نمایش کنید و ببینید. من الان میام همه رو سیو میکنم توی پوشه کاری خودم که بعدا بتونم ازش استفاده کنم. مشاهده میکنید. حالا شما اگه سبک‌های دیگه ای رو استفاده میکردید، مثلا اینجا من یه سبک دیگه رو هم ببینم اینجا میتونم بهش بدم که در واقع واسه ما تولید بکنه. مثلا سبک دیجیتال آرت رو هم من بهش بدم، منتها اینو دیگه بذارم روی 1 بذارم حتی که خیلی طولانی نشه و زودتر واسه ما یه تولید کنیم. فقط ببینیم که این سبک‌ها با هم چه فرقی میکنه و ببینید کیفیت کار این ابزار هوش مصنوعی در چه سطحی هستش. خب ببینید این در سبک دیجیتال آرت هست واسه ما تولید کردش. حالا پرومپتتون هر چقدر دقیق تر باشه میتونید اینجا عکس بهتری رو تولید کنید. مثلا میتونستید بگید آقا زیر بارش باران باشه، برف بباره، روز باشه، شب باشه، توی خیابون باشه، توی جنگل باشه یا هر توضیح دیگه. خب اینجا ما یه چند تا عکس تونستیم تولید کنیم. حالا تکست ایمیج تو ویدیو رو من میخوام یه توضیحی به شما بدم. بخش تکست ایمیج تو ویدیو شما میتونید با دادن متن و عکس بیایید یه ویدیو 4 ثانیه‌ای تولید کنید. این قسمت فقط تکست میگیره ویدیو میده، این قسمت فقط عکس میگیره ویدیو میده. اینجا هم عکس میتونید بدید و هم یک سری توضیحات. خب ما اون عکسایی که تولید کرده بودیم رو در واقع بیایم یه سری هم اینجا خودش نمونه های آماده داره که میتونید از سبک و استایل های اونها هم استفاده کنید. خب ما این عکسایی که اینجا تولید کرده بودیم رو یکیش رو در واقع انتخاب کنم، اونی که بهتر هستش اینا میام میذارم اینجا، دوباره روش کلیک میکنم فرقی نمیکنه، عکس اینجا اضافه میشه. حالا اینجا اون پرومپتتون رو باید بنویسید. باز من اینجا از قبل یه چیزی آماده کردم که بهش میدم. حالا بهتون میگم که دقیقاً هم چی هستش. من اینجا مثلا بهش گفتم سینماتیک اکشن، یعنی سبک فیلمی که میخوایم، مثلا اسپای فیلم، لانگ شات، نوع فیلم برداری و حالا مثلا نوع حرکتش این رو چیز میکنم چون این مرتبط نمیشه به اینجا. ببخشید این رو پاکش میکنم، این مرتبط نمیشه به اینجا. وارم لایت که حالا سبکش رو هم نشون میده. یه سری تنظیمات دوباره اینجا داره که همین تنظیمات باشه خوبه. این تیکه این حتما برداشته بشه. این قسمت شما میتونید جزئیات حرکت رو افزایش بدید، هر چقدر بیشتر بشه خب جزئیات بیشتری رو قاعدتا تنظیم کنید و زمان تولیدش هم
بیشتر میشه. میتونید اینجا یک سری تنظیمات مربوط به نحوه فیلم برداری ببینید. تنظیمات فوق العاده حرفه‌ای هستن، کسایی که حتی تو زمینه تولید فیلم سینمایی هم فعال هستن میتونن از اینا استفاده کنن. شما چند تا فریم اگر تولید کنید و ببرید توی این نرم افزارهای تدوین، قشنگ میتونید باهاش فیلم سینمایی خوب درست کنید. مثلا میتونید اینجا نشون میده مثلا دوربین، ببینید از نظر افقی مثلا تو کدوم بخش قرار بگیره. ببینید این سمت شما اینجا رو اگه مشاهده کنید ببینید میتونیم دوربین رو جابجا کنیم. حالا من برمیگردم به قسمت پن رو داریم که میتونه زاویه رو تغییر بده. قسمت رول رو داریم که میتونه در واقع چرخش دوربین رو تنظیم کنه. خب قسمت ورتیکال رو داریم، بحث عمودیش رو درست میکنه. قسمت در واقع میزان مورب بودنش رو تو این بخش تعیین میکنیم و میزان زوم بودنش رو اینها رو تنظیم میکنیم. اگه خواستید این تنظیمات رو اعمال میکنید و سیو میکنید، اگه هم نخواستید که هیچی. یه ابزار موشن براش هم داره که البته این ابزار فعلا نسخه بتاش هستش که میتونه حالا یک سری براش هایی رو تولید کنه براتون روی اون ویدیویی که میخواید. به هر حال ما همینی که فعلا هست رو یه تولید بکنیم ببینیم که چه چیزی به ما میده. وقتی که رو جنریت زدید یه چند ثانیه‌ای بعد صبر کنید تا ویدیوی شما رو آماده کنه و تحویلتون بده. من تا این آماده میشه یه چند تا نکته بگم دوباره خدمتتون. این پرومپت نویسی خیلی مهمه، یعنی شما هر چقدر جزئیات رو مشخص کنید، نحوه فیلم برداری، نوع نورپردازی، نوع حرکت و این موارد، نتیجه بهتری میتونید بگیرید. حالا من اگه فرصت بکنم در آینده یک ویدیو کامل در مورد پرومپت نویسی برای هوش مصنوعی و یا آموزش جامع براتون قرار میدم. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که راه ارتباطی ما با هوش مصنوعی عکس‌ها، ویدیوها، داده‌ها و پرومپت‌هایی که بهش میدیم. به خاطر همین خیلی مهمه که چجوری متوجهش کنیم که چی کار کنه. خب این ویدیو 4 ثانیه‌ای ما آماده شد. البته این 4 ثانیه به خاطر محدودیت نسخه رایگانش هست. شما اگه نسخه های پولیشو تهیه کنید قطعاً میتونید از امکانات بالاتری چیز کنید. تو نسخه های رایگان ریت فریمش هم یه مقدار پایین هست. ما اینو پلیش میکنیم. میبینید ما بهش گفته بودیم والک، یعنی شروع به راه رفتن رو به جلو کنه. از اون حالت خارج شد، شروع به راه رفتن رو به جلو کرد و تعریف کرده بودیم که مثلا تو سبک فیلم های اسپای باشه. میبینید زود مخفی کرد اون شمشیر رو و به شکل یک جاسوس در اومد. حالا جزئیات بیشتری، هر چی جزئیات بدیم میتونیم نتیجه بهتری بگیریم و میتونیم چندین فریم رو هم آماده کنیم پشت سر هم و بتونیم باهاش یک فیلم یا کلیپ کوتاه بسازیم. بخش بعدی رو من بخوام توضیح بدم براتون، بخش ویدیو تو ویدیو بود. خب ببینید تو این بخش ویدیو تو ویدیو ما میتونیم چیکار کنیم؟ مثلا یه ویدیویی که از قبل داریم رو آپلود کنیم، بعد روی یه کاراکتر خاص بگیم این رو در واقع پیاده سازی کنیم. مثلا من یه ویدیویی رو که قبل مربوط به یکی از دوستان هستش که حرکات وزنی نمایشی انجام میده رو دانلود کردم، خیلی معمولی. حالا اینجا آپلودش میکنم، میخوام این حرکاتی که اون انجام میده اینجا روی یکی از همین کاراکترهامون، مثلا این کاراکتر پیاده سازی بشه. اینجا هم باز دوباره یک سری سبکایی داریم. ما مثلا اینجا میتونیم نوع حرکات رو یک کمی بالا پایینش کنیم، در واقع کم و زیادش کنیم، تنظیم کنیم. توضیحاتش هم اینجا وجود داره. ما همینجا به حالت 50 پیش‌فرض میذاریم که بمونه، یا میتونیم حتی سبکش رو مشخص کنیم که چه سبکی باشه، متال باشه، اسپیس باشه، تو چه سبکی باشه، یا میتونیم حتی یک توضیحاتی هم اینجا خودمون اضافه کنیم. خب این دوستی که ما فیلمش رو تهیه کردیم، نگاه می‌کنید یه فیلم 10 ثانیه‌ای هستش و یه سری حرکاتی رو داره انجام میده. حالا یه مقدار سرعت اینترنت هم
مشکل داره. بذار من یه بار دیگه از اول پلی کنم کامل آپلود بشه. خب ما میخوایم در واقع این حرکات روی این کاراکترمون پیاده سازی بشه. خب اینجا فیلم رو بارگذاری کردیم، اینجا هم کاراکترمون رو که قبلا تولید کردیم بارگذاری کردیم. یه جنریت ویدیو رو میزنیم، یه چند دقیقه‌ای باید صبر کنیم که دوباره ویدیو رو واسه ما تولید بکنه. تا در واقع این ویدیو آماده میشه من یک سری توضیحات دیگه هم بهتون بدم. عرض کردم این نسخه رایگان هست، یه سری محدودیت‌هایی تو زمان تولید ویدیوها، نرخ فریم تولید ویدیوها، کیفیت اونها، خروجی که میتونید بگیرید و اینها داره. تو نسخه پولی در واقع این محدودیت‌ها برداشته، حتی تعداد استفاده روزانه‌اش هم یه محدودیت‌هایی داره. تو نسخه پولی این محدودیت‌ها برداشته میشه. در مورد توضیحات این بخش من توضیح دادم دیگه. میتونستیم اینجا مثلا یه سری استایل های مختلف تعریف کنیم، مثلا شاید یه همچین استایلی واسه این ویدیو خیلی جالب میشد. حالا نگاه کنید، خب چون این محدودیت 4 ثانیه داره، فقط اون 4 ثانیه اول ویدیو رو روی این نسخه پیاده سازی کردیم. این 4 ثانیه اول همینجاست که این دوستمون در واقع حرکت میکنه به سمت انتهای سالن. حالا اگه مثلا من میبینم این سبک متال رو استفاده میکردم، یه بار یه تولید دیگه هم بزنیم که ببینیم مثلا چه تغییری ایجاد میکرد. ما اگر نسخه میگم رایگانش شد چون استفاده میکنیم محدودیت 4 ثانیه، در این نسخه پولی بود این محدودیت 4 ثانیه نداشت، میتونستیم کل این 10 ثانیه رو براش پیاده سازی کنیم. یعنی این کاراکتر میومد تمام اون حرکاتی که در بالا انجام دادیم و انجام داد. خب باید دوستانی که در زمینه انیمیشن سازی، در زمینه فیلم سازی، در زمینه حتی بازی سازی فعال هستن، خیلی میتونن از این امکان استفاده کنن. شما حتی با دوربین ویدیو خودتون میتونید از خودتون یه فیلمی بگیرید، بعد یه سری حرکاتی رو انجام بدید، بعد بیاید اون حرکات رو پیاده سازی کنید روی یک کاراکتری و انیمیشن های فوق العاده ای میتونید اینجوری درست کنید. من حالا این اگه تولید شد، ببینید سبک متالش هستش. ما میتونستیم اگر مثلا یه سری جزئیات بیشتری از اون محیط بهش بدیم، میتونستیم نتایج خیلی بهتری هم بگیریم. بخش آخر و بخش کاربردی که من یه مختصر کوتاه توضیح بدم. ببینید این یه امکانیه که تقریبا من تو هوش‌های مصنوعی دیگه هنوز ندیدم. شما میتونید یک هوش مصنوعی به واسه خودتون شخصی سازی کنید. به چه صورت؟ من واردش بشم. شما میتونید بیاید اینجا این هوش مصنوعی رو آموزشش بدید با یک سری عکس‌هایی. خب مثلا میتونید یه سری عکس‌هایی رو از خودتون بدید. اینجا نگاه کنید یک سری عکس‌های آماده است. هوش‌های مصنوعی همشون در واقع سبک روش کاریشون اینه که آموزش می‌بینند. یعنی شما یک سری عکس‌هایی رو بهش میدن و بر اساس اون عکس‌ها میتونن یه سری محتوای جدیدی تولید کنن. تو اینجا هم شما میتونید یک سری عکس‌های خودتون رو مثلا مثل این اشخاصی که وجود دارن بهش بدید. مثلا ببینید این 3 تا عکس رو داده، البته حداقل باید 15 تا عکس باشه. بعد مثلا بهش بگید آقا یه پورتره از من تهیه کن. این با اون 15 تا عکسی که شما دادید بهترین پورتری که میتونه به واسه شما تهیه میکنه. یا مثلا مثل من میگم مثلا تو لباس فضانوردی مثلا یه عکسی از من تهیه کن، یا میبینی یه حالت کارتونی یا هر چیز دیگه. یعنی شما اگه 15 تا عکس از خودتون حداقل بهش بدید که بتونه شما رو بشناسه، میتونید تو هر موقعیتی ازش بخواید عکس تهیه کنه. مثلا میتونید بگید آقا از من تو یه جنگل مثلا تاریک مثلا یه تصویری تولید کن و این کار رو انجام میده. و این ابزار خیلی مهم و کاربردی هست، به خصوص برای کسایی که فعال هستن تو شبکه‌های اجتماعی و میخوان پست و استوری‌های جالبی از خودشون تولید کنن. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. فراموش نکنید ما رو سابسکرایب کنید، به حمایت‌های شما نیاز داریم. اگه میخواید آموزش‌های بعدی ما هم مطلع بشید، روی زنگوله فشار بدید. حتما تو شبکه‌های اجتماعی هم ما رو دنبال بکنید. پیروز و موفق باشید.